30 میلیون تومان جایزه بختاریه که این مسیر 60 متری با 30 تا زانو و با بهترین فنرهای سیمکشی بازار فنرزنی کنه. بفرست براش. آقا شوخی کردم، نفرست براش. اصلا این مسیر رو با فنر دستی نمیشه زد. ما خودمون هم شک داریم با دستگاه فنرزنی برقی اصلا بشه این مسیر رو زد یا نه. بریم یه تستش کنیم. خب مسیر قسمت ورودی و این سمت قسمت خروجی مسیر ما هست. با دستگاه فنرزنی برقی آقا پژمان میخواد برامون فنرزنی انجام بده. ببینیم این مسیر عجیب و غریب رو میتونه رد کنه یا نه. واقعا باورم نمیشد بتونه این مسیر عجیب و غریب رو ردش کنه. دیدین که شد واقعی بود، کیک هم نبود. خب دوستان شما 60 متر لوله با 30 تا زانو بذارین، با فنر سیمکشی دستی فنرزنیشو انجام بدین، ویدیوشو برای ما بفرستین، 30 میلیون تومان جایزه بگیرین. ولی نمیشه، خیالتون راحت. چرا آقا پژمان شما بیاین ریسمان رو پس بکش ببینم اصلا میشه این ریسمان رو پس کشید. حالا یه سری از دوستان میگن اگه مردین این مسیر رو سیم کشی کنیم. ما متوجه هستیم اصلا به هیچ عنوان سیم نمیشه توی این مسیر کشی. ببینید دوستان، حالا شما فکر کن بخوایم با فنر سیم کشی دستی این مسیر رو فنرزنی کنیم، یه کار نشد.